سلام به همگی، من سجاد هستم با 4 سال سابقه در گوگل کلاود. امروز میخوام راجع به اینکه چجوری کارتون رو توی گوگل کلاود شروع بکنید یا کلا مسیرتون توی گوگل کلاود چجوری باشه باهاتون صحبت کنم. شروع بکنیم میخواستم اینو باهاتون در میون بذارم که این ویدیو و ویدیوهای بعدی که احتمالاً در آینده میسازم چه مربوط به این سری باشن چه مربوط به این سری گوگل کلاود نباشن، بخشی از تلاش منه که میخوام مفاهیم مهندسی کامپیوتر رو به صورت مجانی در اختیار همه بذارم. خیلی از پلتفرم‌هایی که وجود دارن همه پولیه، چرا که نه، شما میتونید مجانی این مفاهیم رو یاد بگیرید. خب بریم که شروع بکنیم. خب اولین سرتیفیکیشنی که میتونید از گوگل بگیرید گوگل کلاود سرتیفاید کلاود انجینیر هست. اولین مسئله اینه که چرا اصلا بخوایم این سرتیفیکیشن گوگل رو بگیریم. اولین نکته‌ای که باعث میشه که دوست داشته باشیم این سرتیفیکیشن رو بگیریم پیدا کردن یه کار خوب. معمولا اگه شما الان توی بخش مهندسی کامپیوتر کار میکنید یا شاید کار نمیکنید یا دوست داشته باشید برید کار پیدا بکنید توی این زمینه، خیلی از شرکت‌های بین‌المللی هستن که توی زمینه گوگل کلاود نیاز به نیرو دارن. اگر میخواید مهاجرت بکنید، مثلا اگر توی ایران هستید یا شاید تازه مهاجرت کردید و میخواید کارتون رو عوض بکنید، گوگل کلاود معمولا یا کلاود به صورت کلی جای خیلی خوبیه واسه کار کردن. یه دلیل دیگه که میتونه باعث بشه که به این قضیه مشتاق بشید میزان حقوقاییه که توی گوگل کلاود وجود داره. معمولا در زمینه کلاود میزان حقوقا معمولا بهتر از بقیه رشته‌ها هست. مثلا چطور؟ همونجور که توی این اسلاید میبینید، به طور مثال من این اطلاعات رو از سایت گلاسدور گرفتم. سایت گلاسدور سایت خیلی معروفیه که اطلاعات شغل‌ها رو میذاره، اطلاعات راجع به شرکت‌های مختلف رو میذاره. شما اگه توی شرکت کار میکنید میتونید برید توی گلاسدور ریویو بنویسید واسه شرکتتون، به صورت ناشناس میمونه و اطلاعات رو با بقیه به اشتراک میذاره. اطلاعاتی که گلاسدور جمع میکنه از همه کارمنداست، همه کارمندهای همه شرکت‌ها معمولا اطلاعاتشون رو اونجا می‌نویسن و اطلاعات رو با بقیه به اشتراک میذارن. حالا اطلاعات گلاسدور به ما چی میگه؟ اطلاعات گلاسدور داره به ما میگه که شما اگه توی زمینه کلاود انجینیرینگ توی آمریکا کار بکنید، برای همین لول های تجربه به طور متوسط شما $141,000 در سال دریافت میکنید برای این شغلی که دارید. یه رقم خیلی خوبیه به نظر. ممکنه بپرسید خب توی آمریکا متوسط حقوقای دیگه مگه چقدره؟ خب متوسط حقوقات در زمینه کامپیوتر انجینیرینگ توی همه زمینه‌ها بخوایم در نظر بگیریم، شامل سافر انجینیر هم مثلا میشه، متوسط حقوق توی آمریکا $83,000 در ساله. یعنی 141,000 تا $83,000 فاصله خیلی خیلی زیادیه. ممکنه بگی که خب سجاد من آمریکا نیستم، اینقدر حقوقای ما اینجا زیاد نیست توی این کشوری که من زندگی میکنم. اگه شما مثلا منید که توی هلند زندگی میکنید یا هر کشور دیگه توی اروپا، این اطلاعاتی که الان روی صفحه میبینید این باز از سایت گلاسدور راجع به هلنده و به طور متوسط برای همه لول های تجربه، برای همه لول های اکسپریانس، میشه گفت که به طور متوسط حقوق توی هلند برای یک کلاود انجینیر $6,600 در ماه هست. $6,600 در ماه به این معنیه که در سال شما هولوش $85,000 در سال دارید میگیرید. اگه ضرب در 12 بکنید به این رقم نمیرسید. دلیل اصلیش اینه که توی هلند یه 8% آخر سال بابت هزینه سفر به شما میدن. اگه به علاوه 8%ش بکنید شما به رقم هولوش $85,000 در سال میرسید که رقم به نسبت خوبیه. در غیر این صورت اگه شما در زمینه سافر انجینیرینگ کار میکنید توی هلند، به طور متوسط برای همه لول های اکسپریانس دوباره متوسط حقوق شما هولوش $70,000 در ساله که حقوق بدی نیست. به طور متوسط یه هلندی هولوش 54 تا $55,000 در سال میگیره، یه فرد هلندی خیلی متوسط. و $70,000 شما میتونید ببینید که خب از متوسط حقوق توی هلند واقعا بالاتره، اما باز $85,000 به نسبت همین $70,000 در سال باز بالاتره. نکته بعدی اینه که ممکنه که توی ریکوایرمنت جابی که شما میخواید اپلود بکنید اصلا نوشته باشه که شما باید این سرتیفیکیشن رو داشته باشید. خیلی از شرکت‌های کانسالتنسی مخصوصا نیاز دارن که شما این سرتیفیکیت رو یا داشته باشید یا بعد از 2 ماه یا 3 ماه بعد از اینکه این کار رو شروع می‌کنید این سرتیفیکیشن رو بگیرید. اگه شما دارین فکر می‌کنید که می‌خواید کارتون رو عوض کنید و توی کلاود شروع به کار بکنید، گوگل کلاود بخش خیلی خیلی خوبیه و خیلی از شرکت‌ها توی جاب دسکریپشن حتی می‌نویسن خیلیشون که شما باید یا این
سرتیفیکیشن رو داشته باشید. اگه ندارید وقتی اومدید توی شرکت ما بهتون پولش رو میدیم، میرید شما این سرتیفیکیشن رو بعد 2-3 ماه باید بگیرید. برای بیشتر شدن دانش خود شما هم خیلی خوبه. اگه شما در زمینه کامپیوتر دارید کار میکنید، احتمالاً خیلی میبینید که چیزایی که 5 سال پیش 6 سال پیش شما باش کار میکردید الان کاملا عوض شده و یه راه خوب واسه آپدیت شدن گرفتن این سرتیفیکیشن هاست که حتی اگه سرتیفیکیشن رو حتی نمیخواد بگیرید، آشنا شدن با مفاهیمشه. مفاهیمی که شاید شما مثلا 10 سال پیش که 5 سال پیش شما استفاده میکردید الان احتمالاً خیلی قدیمی شدن و باید آپدیت بشید توی اون زمینه. راه خیلی خوبش اینه که شما این سرتیفیکیشن ها رو دنبال بکنید. و یه نکته خیلی مهمی که شما باید در نظر بگیرید اینه که شرکت‌های بزرگی که کلاود پرووایدر هستن مثل آمازون AWS، مثل مایکروسافت آژور یا گوگل GCP، همین شرکت‌ها بهترین سرویس‌ها رو برای مشتریان خودشون میسازن و در دسترسشون میذارن. به این معنیه که شما اگه این سرویس‌ها رو بشناسید، شما با آخرین تکنولوژی روز در زمینه کامپیوتر آشنایید. بسیار کمکتون میکنه اگه حتی نخواید توی این زمینه کلاود کار بکنید، توی زمینه خودتون هم با آخرین تکنولوژی آشنا بشید. خب چرا این سرتیفیکیشن و اصلا سرتیفیکیشن ها توی گوگل کلاود به چه صورت هستن؟ سرتیفیکیشن ها توی گوگل کلاود 3 دسته هستن. سرتیفیکیشن های اسوسییت، فقط همین سرتیفیکیشنی که من الان دارم راجعش صحبت میکنم، اسوسییت کلاود انجینیر. سرتیفیکیت های پروفشنال، سرتیفیکیت های پروفشنال سرتیفیکیت هایی هستن که معمولا شرکت های کانسالتنسی میگیرنشون و برای شما خیلی لازم نیست. اگر توی شرکت مثلا من توی ای کامرس کار میکنید یا هر شرکت دیگه کار میکنید، واقعا از شما نیاز ندارن که برید سرتیفیکیت های پروفشنال رو بگیرید. این سرتیفیکیت های پروفشنال به این صورت هستن که اگه با مفاهیمشون آشنا بشید، به این معنیه که شما با عمق مفهوم آشنایی دارید. خیلی از شرکت‌ها واقعا از شما نمیخواد که این سرتیفیکیت پروفشنال رو بگیرید، اما اگه خودتون علاقه دارید برای اینکه اثبات بکنید که واقعا کارمند خوبی هستید، واقعا کارو خیلی بلدید، میتونید برید دنبالش رو بگیرید. همونجور که روی صفحه میتونید ببینید، مثلا کلاود آرکیتکت فوق‌العاده سرتیفیکیت مهم و خوبی اگه دوست دارید بگیرید. اگه به ماشین لرنینگ علاقه دارید، دنبال ماشین لرنینگ انجینیر برید و با محصولات گوگل کلاود توی ماشین لرنینگ آشنا بشید. یه شاخه دیگه از سرتیفیکیشن هم هست که واسه دیجیتال لیدر ها هست. خیلی تکنیکال نیستن اونا. اگه شما توی بخش لیدرشپ یک کمپانی کار نمی‌کنید، خیلی توصیه نمیشه که دنبال اون برید. و خب حالا چه جور هست اسوسییت سرتیفیکیشن رو اول بگیم یا پروفشنال؟ خود گوگل توصیه میکنه که اول دنبال اسوسییت سرتیفیکیشن ها برید، به خاطر اینکه آشنایی کلی با گوگل کلاود پیدا میکنید، آشنایی مفاهیم کلی که فهمیدید گوگل کلاود چجور کار میکنه، بعدش میتونید برید سراغ پروفشنال ها. مثلا اگه دوست دارید مثلا دیتابیس انجینیر بشید روی گوگل کلاود، بهتره که مفاهیم بقیه گوگل کلاود رو آشنایی داشته باشید بعد برید سراغش. خب امتحان چجوریه؟ امتحان گوگل کلاود اسوسییت انجینیر 2 ساعت هست. تعداد سوال‌ها بین 50 تا 60 تا هست و سرتیفیکیت برای 3 سال ولیده. وقتی شما امتحان میدید 3 سال وقت دارید که از سرتیفیکیت استفاده بکنید، بعد 3 سال اکسپایر میشه و شما دوباره بعد امتحان رو بدید. هزینه چقدره؟ هزینه $125. اگه توی آمریکا زندگی نمی‌کنید، معادل دلاریش رو به کارنسی محل زندگی خودتون میدید. مثلا توی اروپا فکر می‌کنم مدلش چیزی بین 110 تا 115 یورو میشه. ممکن سوال واسهتون پیش بیاد که چرا 50 تا 60 تا سواله، چرا دقیقاً 50 تا یا دقیقاً 60 تا نیست؟ دلیل اصلی اینه که سوال‌ها رندوم به شما اساین میشه. سوالی که به شما اساین شده با سوال نفر بغل دستتون کاملا فرق داره و مسئله اینه که سوال‌ها به صورت آسون، متوسط و سخت طبقه بندی شده توی گوگل. ممکنه یه سری سوال خیلی سخت به شما بیفته و تعداد سوال‌های خیلی سخت یا سختی که به شما میفته زیاد باشه. طبعاً شما توی 2 ساعتی که وقت دارید نمیتونید سوال‌های خیلی سخت رو جواب بدید. پس منطقیه که تعداد سوال‌ها رو برای شما کم بکنن. یا ممکنه برعکس سوال خیلی آسون به شما بیفته. اگه سوال خیلی آسون به شما بیفته، خب خوش به حالتون، ولی تعداد سوال‌های بیشتری به شما میدن که شما توی اون 2 ساعت وقت بتونید جوابشون بدید. چجوری آمادگی پیدا بکنیم واسه امتحان؟ خب آمادگی پیدا کردن واسه امتحان اینجوریه که شما حتما باید بخونید. خوندن بخش خیلی مهمیه از کار، ولی حتما یادتون باشه که برید سراغ امتحان و از خودتون امتحان بگیرید. امتحانی توی خونه این خیلی مهمه. نکته اصلی اینه که شما میخواید امتحان رو بدید. امتحان دقیقاً مثل کنکور میمونه.
شما ممکنه دانش آموز خیلی خیلی خوبی باشید، خیلی اطلاعاتتون بالا باشه، ولی باید تست زدن بلد باشید. امتحان دقیقاً یه امتحان تستیه. اکثر سوالات 4 یا 5 گزینه‌ایه. خیلی از اوقات 4 گزینه‌ایه، بعضی وقتا 5 گزینه‌ای هم ممکنه باشه. خیلی از سوالات تک جواب است، یعنی فقط یک گزینه درسته. بعضی وقتا بیشتر از یک گزینه توی سوال به شما میگه، ممکن 2 گزینه، ممکن 3 گزینه درست باشه. برای اینکه آشنایی پیدا بکنید با نوع سوال‌ها، با نحوه تست زدن، همیشه یادتون باشه که خیلی خیلی خوبه که توی خونه چندین بار امتحان بکنید. اگه تست نزده برید سر جلسه کنکور، طبیعتاً احتمال اینکه نتیجه کنکورتون خوب بشه پایینه. این هم دقیقاً همینطوره. اگر تست نزنید زیاد توی خونه، احتمال اینکه قبول بشید، نمیگم خیلی کمه، اما احتمال خیلی زیادی نیست. از کجا بخونیم؟ کدوم پلتفرم خوبن واسه خوندن؟ پلتفرم اولی که من به هم پیشنهاد میکنم بخونن اسکیل بوست است. اسکیل بوست آفیشالی از طرف گوگل اداره میشه و خود گوگل پیشنهاد میکنه که وقتی شما میخواید امتحان بدید به اسکیل بوست سر بزنید. لینکش رو من توی دسکریپشن پایین میذارم و شما میتونید اونجا پیداش بکنید. اما پلتفرم‌های دیگه هم هستن، مثلا کورسرا پلتفرم خیلی خوبیه. باز توی کورسرا ویدیوهایی که پیدا میکنید ویدیوهای آفیشیال خود گوگله و بسیار خوبه. اکلاود گروه هم پلتفرم بسیار خوبیه، ولی دورش یه خورده کوتاه‌تر از بقیه است. اگه شما سریع میخواید همه چیز رو یاد بگیرید برید سراغ امتحان، میتونید سراغ اکلاود گروه برید. کلاود آکادمی رو راستش رو بخواید من تا حالا امتحان نکردم، اما میگم پلتفرم بسیار معروفیه، احتمالاً ویدیوهای خوبی داشته باشه. من تا حالا نخوندمش. و علاوه بر اون کتاب آفیشال خود گوگل هم هست. اگه شما کسی هستید که مثلا هر روز سفر میکنید به محل کارتون، اگه با قطار میرید، اگه با اتوبوس میرید، وقت دارید که کتابی رو بخونید، کتاب هم خیلی خوبه، سوالای خیلی خوبی توش داره. نمونه سوالای خیلی خیلی خوبه گوگل رو میتونید توی کتابش پیدا بکنید. لینک کتابم میذارم توی دسکریپشن، میتونید برید بخریدش و امتحانش کنید. موقعی که داشتم این ویدیو رو آماده می‌کردم، فکر می‌کردم که اکثر پلتفرم‌ها تفاوت‌های خیلی خیلی زیادی با هم دیگه دارن، پس تصمیم گرفتم که یه چارت واسهتون درست کنم. اما بعضی که تحقیق کردم دیدم که همه پلتفرم‌ها تقریباً همه چیزایی که شما لازم دارید رو بهتون میدن. مهم‌ترینش اینه که ویدیو داشته باشه که شما بتونید با مفاهیم آشنایی پیدا کنید، که طبیعتاً کتاب اینو به شما نمیده، اما در عوض کتاب رو میتونید بخونید، پس با مفاهیم میتونید آشنایی پیدا کنید. اونجوری که من نگاه کردم همه پلتفرم‌ها به شما حداقل یک PDF رو میدن، برای هر چپتر یه PDF به شما میدن که شما میتونید اگه وقت اضافتون دوست داشتین بخونید به جای اینکه ببینید، میتونید از اون PDF استفاده بکنید. خیلی از این پلتفرم‌ها به شما یه لب میدن. خب حالا لب چی هست؟ توی یه لب شما میتونید لاگین بکنید توی گوگل کلاود و به شما یه سری تمرین میده. تمرین مثلا درست کردن یه دونه ویرچوال ماشین، تمرین خیلی خیلی ساده، برای شما کاملا همه چیز رو نوشتن آماده است. شما فقط باید این تمرین رو انجام بدید تا با گوگل کلاود آشنایی پیدا بکنید. این گزینه خیلی خیلی خوبیه برای کسایی که میخوان تمرین بکنن، برای کسایی که میخوان کار پیدا بکنن گزینه بسیار بسیار خوبیه. اونجوری که من نگاه کردم همه پلتفرم‌ها اینو دارن. شما میتونید از همه پلتفرم‌ها استفاده بکنید. تجربه من با اسکیل بوست بسیار بسیار خوب بوده. اکلاود گروه هم من امتحان کردم، اون هم نسبت خوب. من یادم اسکیل بوست وجود نداشت. من سال 2019 اولین بار این امتحان رو دادم. سال 2019 اسکیل بوست وجود خارجی نداشت. یه سایتی بود به اسم کویک لبز که شما لابراتوارها رو میتونید انجام بدید، اما شما باید میرفتید توی کورسرا تا دوره رو بگذرونید. خود گوگل همه ویدیوها رو توی کورسرا گذاشته بود، اونجا میگذروندید، بعد به شما میگفت که خب حالا برید توی کویک لبز لابراتوار رو انجام بدید. الان همشون با هم دیگه توی اسکیل بوست جمع شدن. یه نکته دیگه، میزان ویدیوهایی که به شما میرسه یا میزان کانتنتی که شما میتونید دریافت بکنید از یه پلتفرم. کتاب اگه بذاریم کنار که 570 صفحه است، بقیه پلتفرم‌ها معمولاً میزان بسیار بسیار زیادی از ویدیو دارن. اسکیل بوست راستش رو بخواید میزان ویدیوها رو نمیذاره، ولی 505 تا اکتیویتی مختلف شامل ویدیو، چیزای خوندنی، لابراتوارهایی که باید انجام بدید و یه سری امتحانایی که باید انجام بدید، 505 اکتیویتی مختلفی که باید انجام بدید. حدس من اینه که احتمالاً خیلی نزدیک کورسرا است، به خاطر اینکه کورسرا هم آفیشیالی از گوگل تهیه میکنه ویدیوها رو و توی کورسرا به شما میگه که این 44 ساعته. من فکر میکنم 44 ساعت ویدیو دقیقاً عینش توی اسکیل بوست هم وجود داشته باشه. اما نکته خیلی مهم راجع به قیمته. هیچ کدوم از این پلتفرم‌ها مجانی نیستن. کتاب که خب طبیعتاً با کتاب رو تهیه بکنید بخریدش 45 یورو، اینجوری که من پیداش کردم توی آمازون.
اما پلتفرم‌های دیگه اونا هم یه بخش فری تیر دارن. معمولا اسکیل بوست به شما 1 ماه مجانی میده، کورسرا فکر می‌کنم 1 هفته به شما مجانی میده. ولی مسئله اینه که بعد از 1 ماه مجانی بودن اسکیل بوست، به عنوان مثال شما باید $29 در ماه به اسکیل بوست بدید، یا اگه دوست دارید با کورسرا برید $45 در ماه باید بهشون بدید. انتخاب خودتونه که با کدوم برید. من برنامه‌م اینه که در آینده خود من هم ویدیو بذارم راجع به همه این توضیحاتی که توی اسکیل بوست، کورسرا یا توی هر پلتفرم دیگه که شما میتونید پیدا بکنید، من هم میخوام ویدیو بذارم راجبش، ولی خب طبیعتا طول میکشه. اگه شما همین الان دنبالش میگردین، الان منظورم جولای 2023 که من دارم فیلمو میگیرم، احتمالاً تا آگوست آپلودش میکنم. اگه همین الان دنبالش میگردین، بهتره برید با یکی از این پلتفرم‌ها مثلا اسکیل بوست شروع کنید به یاد گرفتن. اگه بعداً دارین این ویدیو رو میبینید، احتمالاً من آماده کردم ویدیوها رو آروم آپلودش میکنم توی یوتیوب، مجانی میتونید بهشون دسترسی داشته باشید و ببینیدشون. اگر شما خود کسی هستین که دوست دارین سرچ بکنید، یا اگر شرکت شما برای شما دوره آموزشی میذاره، واقعا فرق نداره شما از کجا یاد میگیرید، مهمه که این کانسپت ها رو یاد بگیرید. فقط چیزی که مهمه اینه که کانسپت ها رو درست یاد بگیرید. با ویدیو با خوندن میتونید یادشون بگیرید. من خیلی پیشنهاد میکنم که حتما دستی رو آتیش داشته باشید، حتما برید لابراتوارها رو انجام بدین. اگه شرکت شما با جای قرارداد داره که بهتون مجانی امکانات رو میده، حتما ازشون بپرسید که بهتون لابراتوار مجانی میدن یا نه. و نکته خیلی مهم اینه که سوال با شما تمرین میکنن یا نه. اگه جایی هست که مثلا شما دارید میرید دوره رو برای شما مجانی برگزار میکنه شرکتتون، حتما ازشون بخواید که با شما سوالا تمرین بکنن. خب همونجور که میدونید امتحان 2 ساعته و شما 50 تا 60 سوال دارید برای جواب دادن. این به این معنیه که شما فقط 2 دقیقه به ازای هر سوال دارید برای جواب دادن. و باور کنید 2 دقیقه واقعا وقت زیادی نیست، چون که شما باید سوال رو بخونید، آنالایزش بکنید. وقتی آنالایز کردین، جواب درست رو از توی 4 تا یا 5 تا گزینه‌ای که دارید پیدا بکنید و جواب بدین. بعضی وقتا سوال بیشتر از یک گزینه است، یعنی اینکه شما باید 2 تا گزینه یا 3 تا گزینه رو انتخاب بکنید و اون وقت کارتون ممکنه خورده سخت‌تر هم بشه. پیشنهادی که من برای شما دارم اینه که حتما توجه کنید که 20 دقیقه حداقل برای ریویو کردن سوالاتون بذارید کنار. چرا اینجوریه؟ چون که ممکنه شما وقت خیلی کافی نداشته باشید که جوابای همه سوال‌ها رو بدید، یا ممکنه که شاید حواستون یه نکته خیلی ریزی توی سوالا نبوده باشه و بخواید جوابتون عوض کنید. حتما برگردید و بعداً سوالا رو چک بکنید ببینید که همه رو درست دادین یا نه، یا تا جایی که میتونید جوابای درست بدید. خب از کجا میتونیم که نمونه سوال پیدا بکنیم؟ نمونه سوال تو اینترنت فت و فراوونه، ولی اون چیزی که من دیدم که خیلی خوبه یه سایت مجانی به اسم اگزم تاپیکس، لینکش رو میذارم توی دسکریپشن، حتما برید پیداش بکنید بخونیدش. نمونه سوال به نسبت خوبی داره، مردم اومدن راجبشون کامنت گذاشتن، هر کسی نظر خودش رو راجع به سوال داده. اگه نمیدونید چه جوری جواب بدین، کامنت ها رو بخونید و توی کامنت ها معمولا مردم توضیح دادن که چه جوری به جواب رسیدن. 2 تا سایت دیگه که من اینجا معرفیشون کردم، ویزلب و تست پرپ، سایت‌های بسیار خوبی هستن، ولی مسئله اینه که مجانی نیستن. هر جفتشون فکر می‌کنم 15 تا سوال مجانی به شما میدن، اما سوال‌های خیلی خوبی نیستن سوال‌های مجانیش. برای اینکه سوال‌های بهتری توشون پیدا بکنید، حتما باید برید داخلش، پول بدید و سوال‌ها رو در واقع باید بخرید. تجربه من با ویزلب و تست پرپ اینه که سوال‌هایی که می‌خرید سوال‌های خوبی هستن، خیلی نزدیکن به امتحان. پیشنهاد من اینه که اگه دوست دارید پول اضافه‌ای بدید، حتما برید سراغ ویزلب یا تست پرپ، پولشو بدید و سوالشو امتحان کنید. اگه دوست ندارید پول بدید واسه خریدن سوالا، شما میتونید برید همون اگزم تاپیکس، سوال خوبی داره و شما میتونید آنلاین سرچ بکنید توی اینترنت، فت و فراوون نمونه سوالای این امتحان رو میتونید پیدا کنید. حتما حواستون به سوالای تریکی باشه. تعداد سوالای تریکی توی این سرتیفیکیشن بسیار بالاست. الان بهتون میگم چه جوری این سوالا. سوالای تریکی کدوم هست؟ یه سری از سوالا هست که شما ممکنه که پیش خودتون بگید اوکی این سوال خیلی آسونه و راحت میتونم جوابش بدم، ولی در واقع اینجوری نیست. خب سوال تریکی چجوریه؟ خیلی از اوقات توی متن سوال میبینید که نوشته که it is always like this or یا مثلا میشه never. معمولا وقتی کلمات خیلی محکم شبیه never یا always یا کلمات مشابه پیدا میکنید، معمولا شما با یه سوال خیلی تریکی روبروین. چرا اینجوریه؟ چون که به طور معمول کانسپت ها یه جوری کار میکنن، ولی اگه بگن always اینجوریه، خب شما باید حواستون باشه که always همیشه میخوام که با این کانسپت روبرو باشم.
پیشنهاد من چیه؟ پیشنهاد من برای شما اینه که به طور معمول سوال رو خیلی خیلی خوب بخونید و متوجه بشید که سوال از شما چی میخواد. حتی اگه مجبورید 2 بار سوال رو بخونید. 2 بار سوال رو بخونید و گزینه‌ها رو 1 بار بخونید. چرا اینجوریه؟ من دفعه اولی که امتحان دادم به یه سوال خیلی سخت رسیدم. یه سوال خیلی سختی بود که جوابش رو واقعا نمیدونستم. سوالو همینجوری خوندم، رفتم جلو، گزینه اول خوندم. گزینه اول به نظرم خوب میومد. گفتم خب بذار یه دور دیگه سوالو بخونم ببینم که این جواب بهش میخوره یا نه. رفتم جلو و دیدم که گزینه اول خیلی جواب خوبی واسش نیست. من وقتم واسه خوندن سوال از دست داده بودم. گزینه اول خونده بودم، دوباره سوال یه دور دیگه خونده بودم. بعدش رفتم سراغ گزینه بعدی. توی گزینه بعدی اتفاقی افتاده این بود که خب گزینه بعدی خوندم، گفتم خب اینم به نظر خوب میاد، میتونه جواب سوال من باشه. باز دوباره رفتم و سوال خوندم. میتونید بفهمید که من تا حالا 3 بار سوال خوندم، 2 تا گزینه رو بیشتر امتحانشون نکردم ببینم درسته یا نه، کلی زمان از دست دادم. پیشنهاد من برای شما اینه که اگه میبینید سوال سخته، ممکنه که از لحاظ مفهومی درک سوال سخت باشه، پیشنهاد من اینه که برید سراغ سوال رو کاملا خوب متوجه بشید، بعد برید سراغ گزینه‌ها. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که ممکنه شما با یه سوالی روبرو باشید که واقعا زمان زیادی نیاز داره، بیشتر از 2 دقیقه نیاز داره واسه جواب دادن. خب پیشنهاد من برای اینجور مواقع چیه؟ پیشنهاد من برای اینجور مواقع اینه که به این دلیل که امتحان نمره منفی نداره، شما میتونید یه تریک خیلی معمولی که ممکن احتمالا خیلیاتون توی کنکور هم استفادهش کرده باشید رو اینجا باز پیادهش بکنید. کار چیه؟ شما میاد اون سوالی که به شک دارید سوال خیلی سختیه، اون رو اگه اجازه دارید با خودتون خودکار و کاغذ داشته باشید روی خودکار کاغذ مینویسید، یا اگه اجازه ندارید توی ذهنتون میذارید که سوال مثلا شماره 23 سوال سختی بود. بعد چی کار میکنید؟ یه گزینه رو خیلی رندوم انتخاب کردید، رفتید جلو، بعدا برمیگردید موقع ریویو کردن تو اون تایم 20 دقیقه که من گفتم پیشنهاد میکنم داشته باشید، بعد من واسه ریویو کردن برمیگردید روی سوال سخت و جوابشو میدید. گزینه بعدی اینه که به کیوردها خیلی اهمیت بدید. بچه‌ها خیلی کیوردهای زیادی که موقع خوندن، موقع آماده شدن واسه امتحان بهشون برخورد. مثلا چی؟ به عنوان مثال مثلا میگم بهتون، ممکن توی سوال داشته باشید که ما یه سرویس دیتابیس می‌خوایم که این دیتابیس باید که این سرویس باید هوریزونتال اسکیلبل باشه، باید گلوبالی اویلیبل باشه و باید بتونه ریلیشنال دیتا رو توی خودش نگه داره. وقتی به این مفاهیم با هم دیگه میرسید، وقتی این کیوردها رو کنار هم دیگه می‌بینید، متوجه میشید که فقط یه سرویس هست توی گوگل کلاود که همه اینا رو با هم به شما میده. هم هوریزونتال اسکیلبل باشه و هم گلوبال اویلیبل باشه و هم ریلیشنال دیتا رو بتونه نگه داره. وقتی همه اینا رو دیدید، شک نکنید که اون گزینه درست همونی که تو ذهنتونه. یه تکنیک دیگه که حتما خیلیاتون باز دوباره توی کنکور استفادهش کردین، خط زدن گزینه ها بوده. طبیعتا شما 4 تا گزینه دارید، میتونید از توی این 4 تا گزینه یکیش 2 تاش یا حتی اگه خوش شانس باشید بتونید 3 تاش هم از دور حذف بکنید. به این معنی که شما با یکی یا 2 تا گزینه میمونید که اون 2 تا اون یه دونه درسته. حتما برید سراغ این گزینه، چون که خیلی از اوقات شما به راحتی میتونید گزینه‌های اشتباه حذف بکنید. خب شما استرس کمتری دارید. اگه 2 تا گزینه‌ای که درست نیستن رو حذف کرده باشید، طبیعتا استرس کمتری دارید. طبیعتا خیلی راحت میتونید جواب درست از توی اون 2 تا گزینه باقی مونده پیدا بکنید. یا اگه خوش شانس باشید سوال یه جوری باشه که بتونید 3 تا گزینه رو از 4 تا گزینه حذف بکنید، خب جواب درست رو دارید. خب راه بعدی اینه که شما اگه تجربه دارید توی کلاود به صورت کلی یا توی گوگل کلاود، شما چند ماهی هست که دارید کار میکنید، چند سالی هست که دارید کار میکنید، به دانش خودتون اعتماد کنید. اگه مثلا میبینید یه سوال داره یه چیزی رو میگه که شما گزینه درست نمیتونید پیدا کنید، ولی اگه در عمل بود شما اون کارو میکردید، تجربه خودتون رو دست کم نگیرید. و در آخر میخوام ازتون بخوام که حتما فوکوس باشید، حتما استرس رو از خودتون دور بکنید. چرا اینجوریه؟ طبعا شما به احتمال خیلی زیاد کنکور دارید و تجربه تست دادن رو دارید. شما اگه یه سوال رو اشتباه کنید وسط یه امتحان، مثلا توی این حالت اگه بگیم 50 تا سوال داریم، مثلا شما سوال 15 یه سال سخت بهتون میفته و یه خورده ممکن از لحاظ روحی شما رو به هم بریزه که یه سوال سخت افتاده نتونستم جوابش رو بدم. سال 16 ممکنه باز دوباره سخت بشه، سال 17 ممکنه باز سوال سختی باشه نتونین جوابش رو سریع بدید. اگه فوکوستون از دست بدین، اگه استرس بگیرین، به این معنی که سوالای بعدی که ممکنه سوالای سختی هم نباشن شما با استرس دارین جواب میدید و به احتمال زیاد باز دوباره اونا رو هم اشتباه جواب میدید. پیشنهاد من به شما اینه که خیلی آروم باشین. اگه سوال سخت وسط امتحان دارین کاملا طبیعیه، برای همه پیش میاد.
شما فقط سعی کنید که همونجوری که بهتون گفتم یه سوال اصلا جواب ندید، یا اگه دوست دارید یه گزینه رو خیلی اتفاقی جواب بدین و بعداً بیاین دوباره روش فکر بکنید که ببینید جواب اون سوال چیه. اینطوری شما میتونید هم تایمتون رو مدیریت کرده باشین. اگه اصلا جوابش ندید برید جلو، طبیعتا اون تایم سیو کردین، بعدا میتونید برگردین روی سوال دوباره با فراغ بال. شما مطمئنین که همه سوالا رو جواب دادین، فقط یه چند تا سوال مثلا 2 تا 3 تا سوال مونده که اونها رو جواب بدید. برمیگردین روی اون سوالا، طبیعتا استرس خیلی کمتری دارید. پیشنهاد من به شما اینه که سعی کنید که وقتتون خیلی روی سوال سخت نذارید، همه سوالای آسون یا متوسط رو جواب بدین. اگه دیدین سوال خیلی سخته و واقعا زمان نیاز داره یا واقعا جوابش نمیدونین، به خودتون استرس را ندین، برین جلو. بعدا احتمال خیلی زیاد میبینید که از 50 تا سوال مثلا 45 تاشو جواب بدین خیلی راحت، یا 40 تا رو خیلی راحت جواب بدین. شاید از تو 10 تا سوال مثلا 5 تاشو تقریبا مطمئنید، 5 تاش خیلی واقعا سخته و باید بیشترش فکر بکنید. اون 20 دقیقه برمیگردین، وقت زیادتری دارین، طبیعتا مطمئنید که همه سوالا رو جواب بدین و میتونید برگردین. خب چجوری ثبت نام بکنیم واسه امتحان؟ سایت آفیشال گوگل برای ثبت نام کردن این امتحان وب اسسور هست. میرید توی وب اسسور لاگین میکنید، اگه یوزر پسورد ندارین یه دونه اکانت میسازید، لاگین میکنید و امتحانتون رو انتخاب میکنید. توی این حالت شما میخواید گوگل کلاود اسوسییت سرتیفیکیشن رو انتخاب بدید، اون امتحان رو انتخاب میکنید و انتخاب میکنید که میخواید ریموت انجامش بدین یا آن سایت. آن سایت یعنی به صورت حضوری میخواید امتحان رو بدید. اگه شما توی ایران هستید الان و میخواید این امتحان رو بدین، پیشنهاد من برای شما اینه که ریموت انجامش ندین. احتمالش هست اگر متوجه بشن که شما از ایران دارین انجام میدین، حتی با VPN ممکن هست که مشکلاتی برای شما به وجود بیاد. پیشنهاد من اینه که شما توی دبی، توی ترکیه، کشور دیگه میتونید امتحان رو پیدا بکنید، اونجا ثبت نام بکنید و یکی دو روز قبل از امتحان پاشید برید اونجا. خودم به شخصه امتحان شخصی رو بیشتر دوست دارم. من تجربه از روی ریموت دادن اینجور امتحانا اینجور بوده که یه خورده استرس واسه من به صورت شخصی بیشتر بوده. دلیل اصلیش اینه که یه سری اکستنشن هست شما باید روی گوگل کرومتون نصب بکنید. ممکنه PC شخصی نداشته باشید اصلا، در حالت من دارم کامپیوتر شرکت رو استفاده میکنم، اجازه ندارم اکستنشن روش نصب بکنم در خیلی از موارد. و موقع امتحان دادن شما حتما باید آنلاین باشید و اینترنت خوبی داشته باشید. اگه اینترنتتون استیبل نباشه ممکنه یه خورده استرس بهتون وارد بشه. به علاوه شما باید حتما حواستون باشه که کسی پیشتون نیست. موقع امتحان دادن باید آنلاین بشید. یک نفر از بخش امتحانات وب اسسور آنلاین میشه و شما میخواد که اتاق رو نشونش بدین که کسی دیگه پیش شما نیست که به شما تقلب برسونه. این میتونه یکم استرس‌زا باشه. باید حواستون باشه حتما گوشیاتون، یکی از گوشیاتون فکر میکنم میخوان تا اونجا که یادمه یه مسیجی روش میفرستن که شما باید حتما وریفایش بکنید قبل از امتحان. باز این میتونه که هم یه خورده استرس بهتون بده که هم مسیج به موقع به شما برسه و همین که شما اون گوشیتون سایلنت کرده باشین که موقع امتحان پیام یا زنگی بهتون نرسه که حواستون پرت بکنه. به صورت کلی نظر من اینه که خیلی خیلی بهتره که حتما حضوری انجامش بدین. ولی اگه فکر میکنید که ریموت انجام دادن امتحان برای شما خیلی بهتره، خب چرا که نه، میتونید ریموت انجامش بدید. بعد از اینکه امتحانتون تموم شد شما یه مسیج از خود وب اسسور دریافت میکنید. همین که امتحان تموم شد دکمه سابمیت رو دارین که تموم بشه، یه مسیج دریافت میکنید که به شما میگه که یا شما قبول شدید یا قبول نشدید، ولی نمره به شما نمیگه. اگر قبول شده باشید به شما میگه که منتظر باشید، ایمیل کانفرمیشن به شما میرسه توی چند روز آینده. معمولا یک هفته تا 10 روز طول میکشه که کانفرمیشن اصلی به شما برسه، ولی به شما تو این یه هفته 10 روز به شما میگه که خب شما قبول شدید یا قبول نشدید. اگر قبول نشده باشید دوباره میتونید ثبت نام کنید. معمولا 2 هفته بعد از امتحان اولتون میتونید امتحان دوم رو هم بدید. اگر 2 بار پشت سر هم امتحان رو بیافتید فکر میکنم 1 ماه یا شاید یه خورده بیشتر از 1 ماه به شما یه فرجه رو باید بده سیستم تا شما بتونید دوباره ثبت نام بکنید. نمیتونید دقیقاً فردای روز امتحان دوباره یه امتحان دیگه بدید. اون در نظر داشته باشید. ممنون از همه‌ای که منو دنبال کردین. حتما با من باشین. من آموزش‌های دیگه رو هم قراره بسازم. آموزش‌های دیگه در زمینه گوگل کلاود رو حتما میسازم و میذارم اینجا. سابسکرایب کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید. اگه دوست نداشتین واسه من بنویسین که چرا دوست نداشتین. اگه دوست دارین حتما کامنت بذارین واسم. من خوشحال میشم که بدونم شما چی دوست دارین و اون چیزی که شما دوست دارین رو واسه بسازم. ممنون که تا اینجا با من بودین. روزتون بخیر. خداحافظ.